به آرتین گل. آقا به زندگی من خوش اومدی، بفرماتون. فرار کنم ساعت ها رو هشمام. اینجا خونه سامساوری معلومه. آره ماشا بابا خیلی بده. اوه جوله نباید بال کنیم، جوله رو باید ببریم. سلام دوستان، من آرتینم و خوش اومدید به دومین ویدیو من بعد قرن‌ها. آقا من یه سری ویدیو رو انداختم به اسم به زندگی من خوش اومدید. این سری ویدیو قراره که من برم سراغ یوتیوبرها و استریمرها و یه روزو کامل باشون زندگی کنم. برم پیششون، از تو خونه‌شون ویدیو شروع میشه، یه روز کاری که دارن رو تجربه میکنم باهاشون، تفریحایی که دارن تجربه میکنم، خلاصه که کامل میرم تو زندگیشون و یک روز عادی اون آدم رو بهتون نشون میدم. اینم قسمت اولش. اگه خوشتون اومد قسمت‌های دیگه هم خواهد داشت. اسم کسایی که دوست دارین باشون این سری ویدیو رو بگیرم رو بگید تو کامنت حتما و بریم سراغ اولین قسمت این ویدیو با بنیامین. سلام. حاجی تو چرا همه جا هستی؟ واقعا من نمی‌فهمم. سر صبح اومدم بیدار شدم، پف داره صورتم، موام به هم ریخته است. تو اینجا بده من از خودت بگیرم اصلا. سلام. سر صبح اومدم. خیلی چیز عجیبیه، من تا حالا ندیده بودم چیزیو. بنیامین موهاش از خواب پا میشه همینه. یعنی موام خرابه. خراب چی به این خوبی؟ نگاه انگار همین الان آرشگاه اومده. اصلا خیلی چیز عجیبیه. ببین اون مدلی که باید نیست ولی خوابه. وای به قرآن همه ویدیو همین شکلی. کار دیگه می‌کنی؟ آقا این الان شما این شاهد باشید. الان من روتین زندگیمو انجام بدم. ببین الان کامل یه روزو با آتین. ببین من برم همون خداست. دیگه همون باید برم دیگه سر صبح. بیا اول که چه ساعتی پا میشی کلا؟ ببین معمولا من ساعت 11 از خواب بیدار میشم. خب ولی دیشب بعد از 2 ماه نشستم با بچه‌ها گیم زدم. تا چند؟ 12 نمیگم تا چندش خیلی بدآموزه داره ولی 12 رو بیدار شدم. هوا روشن بود، خوابیدی دیگه خلاصه. داشت روشن میشد، خورشید داشت میومد بالا، من رفتم خوابیدم. حالت عادی کی میخوابی؟ حالت عادی 2 خوبه. 2 میخوابم، 10 بیدار میشم تو تخت با بالش صحبت میکنم، میگم پاشیم، میگه نه یه 10 دقیقه کنار ما باش، به حرف بالش گوش میدم. من نمی اومدم خواب بودی اصلا. نه دیگه آره تو اصلا اومده بودی همون موقع داشتم با بالش صحبت می‌کردم. آرتین کجا بود؟ قرار بود همون زنگو زدم. آره دیگه زنگ زد. من پس رفتم همون. خب دوستان قشنگ واسهتون از در ورودی میگیرم که بدونید وارد خونه بنیامین میشید کامل با چی مواجه میشید. یک همچین ویوی اینور حال اینور چی بهش میگن، مثلا گیمینگ روم. خلاصه اینجا میز بازی این بورد گیم ها و اینا همه لگوه. از این تابلوهایی که لگوه و پشتش هم چه باحال. من اینو تازه دیدم، کمیک بوکه، تیکای اون شخصیت توی کمیک بوکا، چه باحال. اینجا چیه؟ اینجا لاندری رومه، اتاق لباسشویی و فلان و این چیزا. این ور یه دستشویی که الان بنیامین توش حمومه، هیچی. اینا هم 2 تا اتاقاشه، اینا هم کاری نداریم. میایم اینجا اتاق اصلی. به خب میایم اینجا. یا خدا، ببین واسه هر سلیقه و هر سنی یه چیزی داره. یعنی این پایین که بورد گیم هاست، من خودم خیلی بورد گیم دوست دارم و بورد گیم های خوب داره. یعنی واقعا تیم منتخب بورد گیم ها رو داره جدی. میایم اینور اکشن فیگورا رو داریم. تو استوری جدیدم داره میاد، تیزرش اومد. این شمشیرام خیلی باحاله. اینو واقعا همش فلزیه. اینا دیگه قشنگ فهمیدید فلزیه. این فلزیه بعد سنگینه، نمیدونم مال چیه. من یه ذره تو این چیزا نفهمم ولی خیلی خفنه اینا. انواع و اقسام اکشن فیگورها اینجاست دیگه. من دونه دونه بخوام بگم کل ویدیو میشه. اینم که سیستمشه و من واقعا اونقدری اطلاعات ندارم از سیستمش. قشنگ معلومه تا صبح داشته بازی میزده، فقط فکر کنم چالش سس تندم به خودش داده. خیلی چیز عجیبیه این دیگه. بخوام سیستم بگم تا صبح طول میکشه. خلاصه این دیگه کشو و مشو و این ور و اون ور. اسم اینا چی بود؟ اینا که بهش چیزا وضو میکردن یه اسم باحالی داشت. من نمیدونم. ساعت ها رو همه جیشاک تو رنگا و شکل‌های مختلف. این دسته رو ندیده بودم. اینو چه باحاله. اینو بلو آرمی خیلی چیز باحالیه این. بریم توی هال. خب بریم اینور سراغ آشپزخونه. اول دیگه آشپزخونه است دیگه، چیز خاصی نداره، ویو ابدی و اینا. ولی تا جایی که یادمه تو فریزرش هر دفعه یه سری یخمکی خیلی خوشمزه داشت. بذار ببینم این دفعه داره یا نه. واقعا نمیدونم، یعنی دفعه پیش که اومدم
2 هفته پیش اینا داشت، حالا الان خب نداره، ولی همیشه یه 10-15 تا داشت، الان نداره. لواشک خیلی داره، جاش اینجاست اگه اشتباه نکنم، وایسا اینجا باید باشه. لواشکاش کو؟ اینها بیا لواشک. تویکس داره، لواشک بزنیم تویکس بخورم. تویکس و گردو و معده، خلاصه خوراکی مراکیاش اینجاست. اصل کار اینجاست، پشمام. به به، بریم دیگه حالم با هم ببینیم، دوربینو ببینیم چه خبره بیرون. روشن نمیشه. میایم اینجا حالو داریم، یک حال خوب و شیک و خفن. اینجا این پافر منه، نه این بیم بکتوریا. و اینم دیگه ویو حاله و تراس این ور که گفتم. میتونید اینجا بشین روی این پشتی ها از ویو لذت ببرید. و دیگه همین دیگه، فکر کنم بنیامینم الان دیگه باید همون بیاد، اینم PS5 و تلویزیون و همین. خب در همون وا شد فکر کنم و بنیامین اون آینه. سرده حاجی، سر خوبه که امروز هوا خوب و سرده. نه بابا اینجا اینجوریه تو ارتفاعی، به خدا الان بری بیرون میبینی. آره بیرون گرمه، بیشرف دارم کل تهران رو میبینم دیگه، همش خوشگل یه دست دیگه. سیس باحالی داره اینجا با حوله. خدا صاف باکس زده. خدا نگاه کنید صاف باکس های خوشگل، خدا اب زده. نگاه کن ولی واقعا امروز هوا خیلی خوبه. شیشه‌ام قشنگ. این تو رو. راستی یک فکتی، اینجا خونه سامسابری معلومه. آره اونه. کجاست؟ ببین این 3 تا برج بغل هم میبینی شبیه هم. اینا این 3 تا برج رو میبینی بغل هم. سمت چپی سامه. چپی سامه. چرا داره مثلا خونه‌شو میگه؟ قشنگ لو داد. خافیدار شدم. همه چی داره لو میده. وارد این ور میشیم که ندیدیم. دیگه فضولی نکن، همه جا چه خبر. بیا تو الان از هم اومدی، موهات همینجوری مونده، هیچ کارش نکردی؟ بابا اصلا مگه میشه موهای همه اینجوری میخوابه؟ بیا ببین الان من مثلا همون بیام این شکلی میشه. ببین اول از همه خب شما از همون که اومدی خب یه دونه آبرسان خوب میزنی. اسپانسره؟ نه اسپانسر کلینیک چرا بیاد اسپانسر؟ کلینیک من بشه گرونه ها. کلینیک یعنی اصلا کلینیک ولی خیلی چیز خوبیه. اینو من به همه این چیکار میکنه؟ ببین من پوستم یه جوریه که نمیدونم از کیم اینجوری شد، ولی یه جوری که اگه اینو نزنم یعنی پوستم پوست میشه. تو یه سری ویدیوهای قدیمی هم هست واسه این پوستم ترک خورده داره مثل مار میفته. بعد رفتم دکتر گفتش پسر بیا اینو بزن به خودت. چرت بعد همون میزنی کلا؟ آره یه دور بعد همون بزنی تا دفعه بعد که بری همون. اگه مثلا نه که 10 روز نری همون، آره یه روز 2 روز. چند وقت یه بار میری همون؟ جدی من خودم یه روز در میون میرم. نه جدی که هر روزه، ولی خب مثلا یه روز پیش میاد مثلا کلا خونم اون روز نمیرم همون. مثلا شب همون بودم، صبح خواب بیدار میشم دیگه نمیرم همون. این چیه؟ این استایلره. ببین این است. حالا اینو آقا مسعود یادمون داده. شما یه دونه اینو اینجوری میکشی رو دستت، اینم میکشی رو دستت، اینم میکشی روی این انگشتت، اینم میکشی روی این انگشتت، بقیه‌شو میذاری اینجا. شاید بپرسی که این چرا بقیه‌شو گذاشتی اینجا؟ این 4 تا انگشتم با هم میکس میکنی. نگاه کن این 4 تا انگشت اینو میذاری اینجا. حالا اول همه جلوی موهاشون رو درست میکنن، ولی شما باید اول اینو وسط موهاتون رو شما درست کنید. این اصلا چی کار میکنه؟ این ژله یعنی؟ نه مثل ژل نیست. حالا اینو مسعود اینجوری میگیره میاره بالا، اینجوری میشه. یعنی چی؟ بعد اینو کلا دیگه بعد نه بعد باز ببین نباید هیچ وقت مستقیم به جلوی مات چیزی بخوره. من همیشه دوست داشتم بدونم که کسایی که دوست دارم و کلا حالا کسایی که میشناسم اینا چه بویی میدن. چه بویی میدی؟ ایفوری. این کلا یعنی بوی بنیامین ببین نه اصلیش یا نه؟ این سامسابری که یه بوی داره. نه اصلا ایفوریا من. خب چه سیری داد. ببین من اینو خب دایم بهم داده. و احساس اصلا نمیدونم برند هست برند نیست چیه، ولی خیلی خوبه. بعد اینم باز دایم بهم داده، آکوا پورا. خب و در نهایت این آره اینو مامانم بهم داد. حالا بذارید بهتون بگم چرا من ادکلون خودم نمیخرم.
خب اینو برو بیرون، من لباس عوض کنم میام یه فکت بهت میگم، واقعا اینو کلیپ کنید بفرستید اینستا. حله بریم. ببین اوه بوش اومد. آفرین بوش چه اومد. رد بویی هم داره. حالا بذار من یه توضیح به شما بدم. این همون ایفوریا است. خب اتکلون رو خودتون نخرید. یعنی چی؟ این تا نشیده بودم. این جمله رو هیچ کس نشنیده. واقعا خودم به این نتیجه رسیدم. یعنی چی؟ اتکلون نباید خودت بخری. اتکلون بویی که دیگران از تو احساس میکنن دیگه. خب چون خودت میزنی بعد نیم ساعت دیگه حسش نمیکنی. آفرین. بو چیزیه که تو بو میکنی میگه یارو چقدر خوشبوه. دقیقاً. ممکنه چیزی که من بهش میگم خوشبو با چیزی که تو فکر میکنی خوشبوه متفاوت باشه. اینجوری لباس اینا همه با بقیه بخرن. نه اون استایلته. خب حالا باز من نظرم، تو مثلا فرض کن مثلا مامانت، بابا، دوست دخترت، همسرت، دوست پسرت، شوهرت، هر چیزی اون بویی که دوست داره رو بهش میگی اتکلون رو برات بخره. تو مثلا با اون میری بیرون اینو میزنی، اون دیگه هر بار میگه وای این چقدر خوشبوه که من گرفتم واسه نه اونو کار ندارم. مثلا اون بویی که تو دوست داری بعد تو اون بویی که اون دوست داره رو میدی، بعد یارو دیگه عاشقت میشه. ببین بوها به آدما میاد، یعنی میگم بو بنیامین داره میاد، بو آرتین داره میاد اینجوری. چی؟ بو تو کرم پودر بچه میاد. الان ساعت 1:30 خب و ساعت 1:30 اشکان گفته بود بیایید سر ویدیوی من که قرار بود با هم دیگه یک روز مشهدی شدن بگیریم و از این جور داستان. ولاگ اونم یعنی نه ویدیوش چیزه استودیوییه. استودیوییه. آره میخوایم هممون رو چیز کنیم، میخواد هممون رو مشهدی کنیم تا جایی که درجه بقیه‌اش سورپرایز. اونو ولی الان که دارم نگاه میکنم میبینم تا بخوایم صبحاره یه واقعا دیر میشه زشته. بجاش وایسا میدونستی من از 3 سالگی تخم مرغ نخوردم و الان خیلی خوشحالم درست نمی‌کنم چون من بوشم متنفرم. خیلی آدم اسکولی است. بجا همین قضیه ما همیشه آره ببین شما صبح خواب بیدار میشی یه اسکوپ پروتئین وی بغل میکنی. چرا حالا این کارو میکنی؟ چون که خب ما ورزشکار هستیم، آرتین شما در جریانی. بله من واقعا از وی و اینجور چیزا هیچ چی سرم نمیشه، نمیرم اگه این مارکش خفنه ای چیزی هست. تا حالا وی نخوری آرتین؟ بد نمیاد هیچ وقت وی نخوری. یه بار چرا یکی از دوستام شکلاتیاش نمیدونم چی بود داد، یه بار خیلی خوشمزه بود. شکلاتیاش شد بدمزه ای. آره اون ولی اصلا وی بود. آها وایسا این از اینا بود؟ نه همینجوری درستی. نه با پروتئین بارو که دیگه تشخیص میدم که نمیدونم اون شکلاتیاشو بهت داد. آها طعم شکلاتی. آره طعم شکلاتی شد. واقعا خوشمزه بود، مزه شیک بود. آفرین. آقا ما نونو میخوریم، فرض میکنیم تخم مرغ هم خوردیم، دیگه امروز نخوریم اشکال نداره. زهد یه شات شیک بریزه. واه جدا بخور. آفرین. دقیقاً. حاجی میکس مزه شیک توت فرنگی با سرلاک بچه رو میده. خب دقیقاً همینه که گفتی آخه. اینکه طعمش توت فرنگیه. خب خودش هم پودری دیگه. ولی ببین اینجوری خب الان مثلا این الان چه تأثیری میذاره رود کلا؟ این یه اسکوپش معادل مثلا شاید 10-15 تا سفیده تخم مرغ. یعنی خوراک منه که تخم مرغ نمیخورم اصلا. نه الان من این سوال دارم، الان من که ورزش نمیکنم کلا اینا اوکی بخورم مثلا؟ نه دیگه اسهال میشه. خیلی الکی آخه پروتئین الکی وارد بدنت میکنی بعد اینا وارد مایچت نمیشه دیگه. من دیشب رفتم مثل حیوان تمرین کردم. الان دستم درد میکنه. گفتم تا اینجا باز میکنم به بعدش درد میکنه. یه نکته هم قبلش من بگم. ببین الان کلا توی مثلا 7 روز هفته بنیامین مثلا 6 روزشو ویدیوهای بچه‌ها تقریبا 5-6 روز ویدیو بچه‌ها دیگه. میانگین 4 روز در هفته من آره و ویدیو خودش کلا یه روز در هفته است معمولا و اینکه مثلا قبلش خب کلی کار داره دیگه پیش‌تولی و فلان و اینا ولی خود ضبطش یه روزه. برای مثال من پنجشنبه سر ویدیو کی بودم یادم رفت. و نکته مهمی هم که داره همه چیزاشو مینویسه روی تقویم همه رو میزنه. من پنجشنبه قرار بود با یکی ویدیو بگیرم کنسل شد. خب جمعه ویدیو میلاد فاضلی بودم. دیروز دکتر رفتم پیش مامان بابام. بعد فرزاد اومد اینجا نشستیم در مورد یه سری ایده ها و صحبت ها و کارا و اینا حرف زدیم. امروز با اشام ویدیو دارم. فردا با بچهای ممنتو، پس فردا با بچهای ویجیلنت، چهارشنبه ویدیو خودم. آره وای به به خیلی عجیبه. یه هفته عادی واقعا تو که من میدونم همه هفته عادی همین شکلیه دیگه همش. نه واقعا بابا چرا من وقتی شناختمت واقعا هفته‌ت همینجوری بود. ببین همه بچه‌ها همینن.
همه بچه‌ها همینن تقریبا. الان توی دوره هستیم که بچه‌ها دارن بیشتر ویدیو میگیرن. من خودم هم چیزم آغوشم بازه. بعضی وقتا هست درگیر مثلا یه سری ویدیو هم مثلا پارسال قبل 20 پسر 20 دختر و همه رفیقام میگفتم که آقا من یه مدتی نیستم و لطفاً به من نگید. با اینکه مثلا همون موقع هم بچه‌ها به من میگفتن میرفتم. به جز من که تو یوتیوب فارسی خوشی. اوه واقعا این یک ادعاییه که راحت میتونی بکنی و کسی هم نمیگم نیست، میگم کی کی به جز تو خوشتیپه؟ آره نه بابا هست، خوشتیپ زیاد داری تو. سامسابری آفرین درست گفتی. سامسابری هم خرج میکنه ها. من خوشتیپ بودن از سام میاد. اوه برام اسمت بیا. این حرکت سام به من یاد داد. اینو اتفاقا نشون دادم. گفتش که ساعت‌ها و اکسسوری‌های مختلفی بخر خب که با هر تیپت ست بشه. حالا بذارید منم بهتون یاد بدم. آقا میونه حرفت نکته اقتصادی ترش اینه که بنده ساعتتو ست کنی. میتونید هم این کارو بکنید. اوکی. خب نکته اقتصادیش اینه که شما میتونید ساعت ارزون بخرید دارش. یعنی من خودم جی شاک دارم. من همش جی شاکه. آره اتفاقا گفتم دقیقاً همش. من همش جی شاکه و جی شاک ارزونه به نسبت ساعت ها. رنج 10 تا 15. نه بابا ارزون ترش هم 5 تومن. آره ارزون ترش هم هست. من خودم خیلیاشونو مثلا همون 4 5 تومانی خریدم. مثلا این فکر کنم ارزون بود یا ولی خب خراب شد. ولی اینو خیلی دوست دارم. این اصله. اینو خیلی خفنه. یه دونه ساعت سفید داشتم سام داده بود بهم گم کردم. خب یکی اون یکی لباس هاتون چروک نداشته باشه. این یکم الان چروک داره ولی باز اتو میکنی یعنی هر دفعه. حالا میخوام اینو بهتون بگم. شما اگر همه لباساتون رو آویزون کنید هیچ وقت چروک نمیشه. خب قسمت دوم بجز ساعت کفش. به اینجا رو میبینید. من خیلی کفشام الان اینجا نیستن. تازه اینو همش نیست. نه خیلی هاشون نیست. توی قشمم 2 تا از این کفش جدید اینا هم خریدی. نه اینو خریدم تو قشم. اینو خریدی. خب این خیلی خوشیه. من اینم واقعا خوشم اومد. اینو خریدم تو قشم. خب اینو خریدم تو قشم. شما و اینو خریدم که امروز اینو میپوشم. بچه همین تصمیم گیریش چه جوریه؟ تصمیم گیریش به لباسته. بذار اینو بهت بگم. ببین سفید تنته. چی؟ تو که بیشتر وقت سفید تنته. باشه ولی شلوارم چه رنگه؟ اگه شلوارم سفید باشه خب باید کفش هم تمام سفید باشه. مثل این یا این. خب اگه یه تیکه آبی تو لباسم باشه این یه تیکه آبی داره. اگر لباسم مشکی باشه خب باید کفشم هم مشکی باشه. فهمیدم. اگه تمام کژوال باشه میتونم اینو بپوشم. الان مثلا با اینم میشه پوشید. آره راست میگی. بذار اینو بپوشم. آره من میام. حالا من یه چیزتون بگم که من چیزی گم نمی‌کنم. اینم یه چیز باحاله. همین الان گفتی ساعت سامو گم کردم. نه چیزی جا نمیذارم منظورم. آخ ببین کامل برعکس من. ببین من اینجوریم که جیب راستم عقب گوشیه، جیب چپم همیشه کیف پولمه، یکی کلید خونه است، یکی سوئیچ ماشینه. سوئیچ ماشین. 4 تا جیبم پره. اگر دست بزنم یکی از جیب خالی باشه پس یه جای کار میلنگه. خب آقا اینم میپوشیم، لباسامون هم که پوشیدیم. خب اینم هستیم. بریم آرتی بریم. میریم عقب. ما اینجا یه خاطره زیبایی هم داریم. بله داریم. بله. با اون ستون بریم بیرون. نور. آره بریم بیرون. ادامه رو بریم بیرون. اومدیم با این دوربین قشنگ با خیلی راحت. آره اون دوربین داره. نه یه چیزی گفتی یه خاطره داریم با ستون. آره بنیامین همینو خیلی شیک اومد عقب و داشت میدید و همه چی هم دیگه رادار و فلان و دوربین و اینا. اومد عقب و خیلی راحت زد به ستون و هیچ ریاکشنی هم نداشت. یعنی ما میدیم مثلا ستون انقدر فاصله‌ش رو با در، حالا خب میدونه دیگه، داره میبینه دیگه و خیلی شیک اومد زد به اون و رفت دیگه. آره. من گفتم اشکال نره چیزمه کاورمه. آخه کاور بود. آره. ببین نه بذار حقیقتش رو بگم چیه. فکر کنم آخرین باری که مالیدم مال برمیگرده سال 99 1400. واقعا از چند سالگی من نگیم کنیم؟ من اون 98.
یعنی تا 18 شدی؟ آره تا 18 شدم رفتم گواهینامه رو گرفتم. باید یه خاطره واسه تعریف کنم اخنده پارشی. من همون موقع چیز شد گواهینامه رو گرفتم و دیگه یه 206 اول ماشین 206 بود. آره اول ماشین 206 بود. 206 داستان و اینا. قصت خنده‌دار ماجرا این بود که یهو وسطش می‌خوام این خاطره رو تعریف کنم. من جلسه اولی که رفتم تست آزمون رانندگی بدم تو دادی؟ آره. اتفاقا می‌خواستم همینم بپرسم که چندمین بار قبول شدی؟ فرین نگاه کن. من 3 بار. بار سوم قبول شدم. بار اول شنیده بودم که بار اول هیچ کس قبول نمی‌کنه. آره. گفتم نه بابا یه سری آدم مثلا میگم یه سری آدم که بلد نبودن رانندگی اینو جا انداختم اگه میشه یارو افسر راهنمایی رانندگی چرا باید این کارو بکنه و فلان و اینا. آقا ما سوار ماشین شدیم یارو گفت پارک دوب بزن زدم ما بعد گفت فلان کن کردم بهمان کن کردم حالا با ماشین اونا خیلی داغونه و کلاجش بده و این چیزا. ببین به جون مادرم از 3 بار بار اول بهترین آزمون رو دادم. یعنی مثلا بار سومی که قبول شدم یه خورده پارک دوبلم کج شد چون من خودم رانندگی میکردم با ماشین بابام. آره یعنی همون موقع بابام رانندگی یه کوچولو یادم داد قبل از اینکه آزمونو بدم چون تو یه چند جلسه چیز آره شهری داره توی اون چند جلسه من انقدر دست فرمونم خوب شد اینجوری بودم که بین اون آزمونای شهری تا آموزش چیز همون امتحانه من رانندگی میکردم. قصت خنده‌دار اینجاست. من بار اول خیلی خوب بودم یارو گفت ردی. گفتم چرا؟ گفتش که مسلط نیستی. اصلا عصبی شدم. الکی فهم خواست رد کنه. بعد منم دیگه چه جوری ام. با کسی بحث نمی‌کنم. آقا الان بحث کنم چی بهم میرسه. من بحث کنم پس هفته بعد یارو خودش لج میکنه. بعد بچه آزمون شهری اگر قبول نشی یه هفته بعد آره بعد معمولا یه جلسه هم بهت میدن. آره یه جلسه هم آفرین چیز ردت میکنن که یه جلسه آزمایشی رو میگم آموزشی دوباره یه جلسه آموزشی. من عصبی شدم حالم بد بود رفتم پیش اون آموزش. حالا یه نکته هم من بگم این سختیش اینه که تو مثلا میری از 6 صبح واسه ما که اینجوری بود. آره 6 صبح وای میستی اونجا مثلا 11 نوبتت میشه. آره. میشینی در از 5 دقیقه ردت خیلی اینش خیلی واقعا مخه. بار دوم بود من رفتم اونجا اینجوری بودم که حاجی بار اول چرت و پرت منو رد کردی این دفعه ردم کنی میام فوش میدم. یعنی اینجوری بودم که حاجی دعوا میکنم با افسر چرت و پرت باشه دعوا میکنم میرم آموزشگاه میگم جمع کنید شورشو در آوردید پول میخواید بگید پول بدم مسخره بازیه چه وقت منو گرفت. همینجوری عصبی افسر من عقب بودم افسر گفت بشین نشستم درو بستم جون منتظر بودم گفت بریم گفتم بریم. با شروع کن دستیو خوابوندم و برو دور بزن فلان دور دو فرمون پارک دوبل اینجا گفتم اجازه فلان همه چی عالی ها. یا افسر برگشت گفت بزن کنار زدم کنار گفت ردی. من اینجوری بودم که همینقدر پر قشنگ بودم چرا کمربند نبست. یا نگاه کردم کل مدت کمربند نبسته بودم. اون چه عوضی بودم اول نگفته. آره حاجی ببین اینجوری بودم که ای خدا حالا این یه بار کمربند نبسته هیچی نمیتونم به یارو بگم. میگم اون چه آدمی بودم اون اول بهت نگفته حالا کمربند نبسته گذاشتنش تا تهش بری. دیگه بار سوم رفتم دیگه. آقا من سوالی داشتم. بفرما. معمولا دقت کردی که همه مثلا رو ماشین چینی یه ذره گارد دارن مثلا میگن آقا من چه اونم 2 میلیارد دارم چرا مثلا میری ماشین چینی میگیری وقتی میتونی مثلا شما یه هیوندای مثلا 2014 بگیری و فلان. همین آقا من خودم با این موضوع مشکل دارم. حالا من ماشین ندارم ولی من دوست دارم آقا ماشینی که مثلا همون با 2 میلیارد میخوام سوارش شم حداقل آقا آپشنای 2025 داشته باشه. من توضیح بدم. آقا اولا که ما تو ایران داریم زندگی میکنیم بنا به شرایط ایران آقا الان این ماشین ها هست. دقیقاً آره. خب تو الان باید ببینی آقا چه ماشینایی هست. یعنی تو با 2 میلیارد تومان نمیتونی بری شما بنزو یا مثلا ببین الان برای مشال الان برای مثال این ماشین هول و هوش 3.5 قیمتش. خب
شما با 3 میلیارد و 500 خیلی ماشینا میتونی بخری. آره. ولی حالا چرا من این انتخاب کردم؟ آقا اول از همه کسایی که خودشون پول دارن میگن آقا مثلا پول جمع کردن بخوام برای یه ماشین بخرن، هر چقدر هم که پول دار باشی این که ماشین بره تعمیرگاه رو مخته. دقیقاً. من این ماشین یه بار چه مشکلی واسش پیش اومد یادم نیست، بکنم این یا قبلیه بود. گیر باکسش بود دیگه. آره. من یه آریزو 6 جی تی داشتم قبل این آریزو 8. گیر باکسش به مشکل خوردن چون اینا 2 کلاجه است. یه کلاجش کار نمی‌کرد، دندای زوج نمیرفت. و تازه من یه نکته رم بگم، بنیامین سر این موضوع واقعا آدمی نیست که مثلا چه می‌دونم بگه وای تو چاله نندازم وای آروم. آره من خیلی رانندگی بده. آره رانندگی ماشین بده. واسه ماشین بده. آره دقیقاً رانندگی واسه ماشین. بابا پلیس کنارمون بود. وای جهان سرویس. پلیسش نیروی انتظامی بود. کاری به ما نداره. حالا اینجوری رفت پس من فرار کنم اول. خوبه. خلاصه آره بچه یا که من ترمزم میگیریم گوشیش رفت تو پلیس اومد دوباره. وای حاجی ریدم، واقعا ریدم. خلاصه آقا من ماشین قبلیم این مشکل پیش اومد، زنگ زدم به شرکت مدیران خودرو این ماشین ها رو عرضه میکنه. زنگ زدم اونا گفتم که آقا این ماشین اینجوریه، دنده زوج نمیره، 2 4 6 و عقب نمیره. خب گفتن که اوکی. خودشون یه جره ثقیل فرستادن. خوشم خودشون. آره بعد حالا ماشینم دستم بود، 4 ماشین دستم. خودشون یه جره ثقیل فرستادن، ماشینو بردن تعمیر کردم. من رفتم اونجا پول جره ثقیل، تعمیر، فلان فلان همشو خودشون انجام دادن. و بچه‌ها واقعا هم جدی دارم میگم، اصلا نه من پولی گرفتم ازشون. یعنی 1000 تومن ندادی واقعا نگرفتم. نه این که بابا معلومه که نه دارم واقعا میگم آخه خیلی نمیدونم. 1000 تومنم پول ندارم، رفتم ماشین تحویل گرفتم. اینو من کلی بگم همش منتظر بودم. آقا اگر توی ایران زندگی میکنی، حتی اگر پول هم داری، یا برو یه ماشین مثلا میگم یه X4 سر حال بخر. اون موقع من قبول دارم. آره. آقا من ماشین با اصالت سوار بابا دیگه از سامش دیگه BMW با سر نیستش که تمام شد آقا. سام الان هر روز تو تعمیرگاه بود قبلش دیگه. آره ببین مثلا سام رفت لکسوس IS 250. آره. خب اون دیگه واقعا ماشین، بعد تازه اون خراب نمیشه. ولی خب داداش نسبت آپشناش یه خوره کمتره، با این که لکسوس خیلی برنده خفنیه. دقیقاً. یعنی 2015 لکسوس واقعا مثلا داشت اینجای ماشین جیره. خلاصه که آره آقا من ماشین چینی خودم، من به شدت فن BMW ام، عاشق BMW. بابا آخه کی نیست خداییش. عاشق 730 آبی ام و ماشین رویاهام 15 میلیاردم پولشه. و یکی از دلایلی که این ماشین رو خریدم آپشنای این بود که یه سری آپشنای 730 رو داره. BMW 2025 باید با این 2025ش مقایسه کنی. ولی وقتی که مثلا میگم کیا که دیگه باز حالا یه خورده برنده بهتریه، 6 میلیارد ماشین شبیه این داره، فکر کنم اگه اشتباه نکنم 1600 موتورش یا 1500 موتورش، 2 میلیارد و نیم. تازه 6 میلیارد قدیم بود، الان ممکنه 6 و 500 باشه. اصلا 3 میلیارد از این گرونتر. چیزی که هم رنج این باشه رو 3 میلیارد تو اصلا 3 میلیارد و 500 بگیری. اصلا نداریم چیز درست حسابی. خب دارن یه سری واردات انجام میدن، ولی تو رنج 3.5 میلیارد این ماشینه. و مثلا میگم بری یه BMW، مثلا منی که فن BMW بری یه BMW 328 داغون گرونتر بگیر. دیگه رسیدیم نزدیک استودیویی، به موقع بریم که با بچه‌ها ویدیو رو بگیریم. وسط شوخی می‌کنی یا کلاً تنزی مثلا همه چی هست؟ همه چی بریم. سناریو نداریم. در حال ضبط ویدیو مشهدی شو هستن. قطعا ویدیوش اومده تا وقتی که این ویدیو اومده دیگه. خلاصه توی واسه چنل اشکانه و همین. بریم یه چند تا بک استیج اینا ببینیم و ببینیم در ادامه چی پیش می آید. مشهدی رو الان که باگا بود همین ما در از ما مشهدی شو نداره، مشهدی رو داره. نگو الان مشهدی رو گفت کنید خوشحالم ما جواب بدیم. تو نره
موی غذا رو تا شده 3 روز پشت سرم فقط شده بخور. شله نباید بخوری، شله رو باید ببری. شده که یه مشکی 3 روز تو شله بوده. روی شله. بعد شله رو باید هم بزنی بهش میگن چنبه زدن. چنبه بزنم من. چنبه از یعنی چی؟ یعنی پسر توپل. پشت صحنه تامنیل گرفتن یه ذره آشنا شید. واقعا یوتیوبر رو موقع تامنیل گرفتن عجیب ترین آدمای دنیا قبول دارین؟ حالا نگاه کن. این حالا عادی بود باز. سری تامنیل بذار چیز چی؟ آسا پیدا کردم الان گم کردیش دیگه اول اونجا بود ورداش یاد زدت ورداش شد یا چیزی اصلا نتاسی جوش عادی جوش ببینه کمه مجلسی دارم میزنم آجی برای یه شناسنامه بگی دارم میزنم آقا بنیامین گل به به آقا اشکان گل واقعا اشکان یک لکه سیاه تو زندگیش نیست به جز شله. دقیقاً خواستم میگی به جز شله. چون آقا من میدونی که خیلی بد غذام. بذار میخوای منم یه تست بکنم. پدر رو همیشه با جواب شدی ولی این بابام نیست. آره شما آقا این غذای شده رو بخور و بعد به بنیامین بگو که چقدر حل با نون دیگه برخورد دیگه. نون و پنیر سر. آقا من یه نکته ای رو بگم. الان چند روز بعد از اون ویدیوه من شله مشهدی رو تست کردم ولی از اونجایی که خب خیلی من بد غذام شاید 7-8 تا غذا رو بیشتر نخورم تو خونه نمیخورم فلان ریاکشنم واقعا بد بود نسبت به اون و هر جوری فکر کردم گفتم آقا اونو بذارم هم خیلی صحنه زشتی از منه هم قطعا از مشهدیای عزیزمون کلی هیت میخورم واسه همین واقعا با تمام احترامی که برای مشهدیای عزیز قائلم سلیقه من نبود اون غذا همین بیشتر از این نمیگم ولی آره واقعا خوشم نیومد. خب اینم از ویدیو اشکان. ویدیو اشکان خیلی خوب بود. از اون دسته ویدیوهایی بود که فام بودم داشتیم می‌خندیدیم کلا خنده. آره استرس نداشتم همش خودمون بودیم. ما ویدیو رو گرفتیم در مورد رفتن به اکسیم. معمولا ما بعد ویدیو من بعد ویدیو خودم که میرم خونه رمو خالی کنم رمو خالی میکنم با یوتیوب صحبت میکنم و فلان و اینا ولی بعد مثلا ویدیو اشون رفت خونه رمو خالی کنه من و حامد و ایمان و بابک و بچه‌ها الان میخوایم بریم بوکسینگ گیم بزنیم. یک روزت اینجوریه بعدش حالا میریم گیم نت بعدش گیم نت یا شام میخوریم. خب میریم گیم نت یه خورده بازی میکنیم شام میخوریم یا شام میخوریم میریم گیم نت یا میریم گیم نت میریم شام میخوریم میریم دوباره گیم نت. خب بعد طرفا 11 میریم خونه آرتین و فرزاد بیان دیسکورد ویدیوی چهارشنبه که قراره بگیریم و هماهنگیاشو خریداشو آب و دوربین و فیلم برداری و تصویر و صدا و استودیو رو فقط گرفتیم هماهنگی با علیرضا شادپور و اینجور چیزا رو انجام بدیم خود ویدیو رو بخوابیم دیگه بخوابیم فردا صبح بریم باشگاه بعدش هم بریم سر ویدیو. امروز فقط باشگاه رو نداشتید کلا امروز فقط باشگاه من روزایی که بتونم میرم باشگاه الان مثلا اگه الان بخوام برم باشگاه ساعت 8 هر چند الان میرسم ولی اون انرژی که باید واسه تمرین دارم. آقا پیاده شو بریم واکسین خدا به زمگی بای بای. ایمان و هادی و یکی دارم این قلب رو چی فرتونه آقا بریم یه آقای ما هادی باشیدیم آقا ارشد حامد اینجا سینما حامد نه حامد شاهانی بیا بابا من نمی‌خواستی با حامد عکس بگیری بیا دیگه بیا نه خودش گفت اصلا خودش گفت گفت بیا آقای شاهانی همه آقا بریم با بچه‌ها بازی کنیم یه 4-5 ساعتی می‌کنم اینجایی 2 ساعت هستم برو خونه چیز تا ما رو به کارت برس شامو بزن
دیسکورد میبینم. حله شب میریم دیسکورد. دست بده بابا. دوباره سلام. آرتین سرویسمون کردی. برو خونه من ادامه ویدیو مونده. روز آسونی بود، یعنی روز ساده ای بود دیگه. آره دیگه ویدیو خودت نداشتی، خوب بود از این لحاظ. ویدیو اشکان بود، رفتیم گیم نت صحبت کردیم، ویدیوی تو رو گرفتیم، ایزی بود. آره ویدیو اشکان خیلی باحال بود. آره بقیه روزا معمولا چیز سریم شلوغ تریم. داشت این یکی از سخت‌ترین لگوهایی بود که درست کردم. این اپ داره بس میشه به اپ، این راه میره سرش میچه دستش شکل میخوره. یعنی اصلا چیز کار میکنه، یعنی باتری داره توش؟ نه شارژیه. چه چیز خفنی. ساکت شارژشو ببین. تایپ سی داره. قاش همه اینا رو خودت زدی مثلا؟ این مال کجاش بود؟ این مال کجاش بود؟ خب دیگه وقتی ویدیو تموم آقا شد خداحافظ، من برم ببینم این مال کجا بود. تا ویدیو بعدی موضوع. آقا امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. قسمت اولش بود. هر استریمر یوتیوبر هر کی دوست داشتید بیاد رو بگید تو کامنت ها و دیگه به نظرم وقتش ببینم که آقا خداحافظ.